کردی وازلین فقط واسه ترک پا خوبه، کلی استفاده میشه تو ماشین کرد که نمیدونی. الان میخوام بهت یاد بدم. اگه تصم دینام یا تصم کولر ماشین صدا میده، یک کمی وازلین اینجوری به ما روش، معجزه‌شو بعدش ببین دیگه صدا نمیده. در ماشین ریش ریش صدا میده، با یک کم وازلین تمام مشکلشو حل کن. تمام. مامان میای از من 200-300 تومان پول واکس داشبورد میدی، واکس طبیعی با وازلین. ببین تمام دیگه، اصلا نیاز به واکس نداری، مثل ماه شد. به به خدایی چقدر تمیز که خدا باورم نمیشه. که برفا کنه ماشینت کامل تمیز نمیکنه، لاستیکاش خوش شده، یه کمی وازلین به این هم بزن. میزنی مثل ماه میشه. اگر از این ترفندهای بال و دقیق و ناز میخوای، حتما پیج منو فالو کن. قول میدم هر هفته پستی بذارم که تو جاده به دردت بخوره.